بریم شروعش کنیم. یک دوست حرکت. بچه‌ت جذابای بال، امیدوارم که حالتون عالی باشه و پر از حال خوب باشه. آره من ملیکام 17 سالم 17 سالمه و یه مهری سپتامبری شعبانی جذاب و نالوتیم. What؟ بعد متولد تهرانم ولی ساکن شهرستان و تهرانم. عجیبه حال دیگه، عجیبه. بعدش من چی کارم؟ من یک عدد دانشجوی در شروع دانشجو شدنم، البته در صورت این چه وضعشه من نرم چرا؟ آقا میشه من قبول کنم؟ میشه من قبول کنی؟ به روی چشم. آقا اینجا قرار چه کار کنیم؟ اینجا موضوع چیه؟ چرا میگم کانال من ادب برابر کانال دیگه خیلی بهتره؟ به خاطر اینکه ببین اینجا یه عالم موضوعای خفن داریم و چهار تا دسته‌بندی داریم که دیگه تو مجبور نیستی هی برای اینکه یه چیزی پیدا کنی بری این کانال و اون کانال، این کانال اون کانال. یه محتوا رو داری توی جا یک فکر کن یه جعبه میگیری، مثلا فکر کن تو این جعبه مثلا تو به جای اینکه یک 4 تا جعبه توی جعبه همه چیز باشه. نمیدونم خیلی حرفی چرتیه، ولی خوب ببخشید من در این حد بلدم. آره خب اینجا 4 دسته‌بندی موضوعی داریم که توی میتونید اگر واسه اینکه راحت‌تر به همه محتوای این کانال دسترسی داشته باشید میتونید از قسمت پلیلیست ها اون پلیلیست رو بزنید و در موضوع و ویدیوی درباره اون موضوع ببینید. خب پلیلیست همون به این ترتیبه: فیلم و سریال که به اسم پوف فیلم شناخته میشه که قراره یه عالم فیلم و سریالی خفن و تازه با ژانرهای متفاوت و بهتون معرفی کنم. یعنی یه مجبور نشی نوردن یه فیلم به کانال دیگه، راحت تو اینجا تو حتی تو کانال تلگرام که این زد حد میشه میتونی بری ویدیوها رو دانلود کنی و از دیدنشون لذت ببری. حالا دومین دسته‌بندیمون چیه؟ انیمیشن و انیمه است. انیمیشن و انیمه هم که دیگه جز اجزای پرطرفداره. انیمه هم که اوتاکوان انیمیشن مادام که دیگه نمیدونم چی به انیمیشن بازی چیز دیگه. سومین دسته‌بندیمون اینه که موسیقی. ببین به نظر من تو یوتیوب فارسی توی حوزه موسیقی زیاد بهایی داده نشده. در حقیقتشو بگم مثلا یک کسی که میاد میشینه درباره چیزای موسیقایی آهنگ‌ها ریاکت میدن و موسیقایش میبینن، آیدین توسلیه. بله اینو قبول دارم. البته نه که بگم که کانال دیگه نیستم، ولی کانال دیگه هست آموزش انواع سازها رو میدن، گیتار نمیدن، تنبک این آره دیگه این و اینجا قراره ریاکت بدیم و کارایی بکنه که خیلی از یوتیوب فارسی تو این محتوا رو توی یوتیوب فارسی پیدا نمی‌کنه. ما روزای سه‌شنبه و شنبه ویدیو در کانال ساعت‌های 6 تا 8 ارائه میدهم. نقطه سرخط. آره و این که ممنون میشم که اول از همه ویدیو رو لایک کنید چون من میبینم برای لایک کردن اصلا واکنشی من ندارم اصلا ابدا. اما اگه مثلا خوشت اومد یا نیومد یا هر چی حتما این ویدیو رو لایک کن، حتما ویدیو سابسکرایب بزن که من روانت بشم. راستی سابسکرایب که میزنی خب یه چیز جادویی هست، این که چیز زنگوله پرید میاد اینجوری یه همچین هم مثل همچین زرده. ببین رون زرده که میزنی
3 تا چیز میاد نوشته او این شما رو این بزنید ممنون میشم. آره خیلی مثلا خیلی انگلیسی خوبه. ببینید انگلیسی لول بالا هست. آقا راستی یه نکته که هست اینه که شما هر نوع ویدیو که دوست داری ببینی، هر نوع چیزی که دوست داری ببین، ای خدا نمیتونم چه بساده میگم. آقا هرچی پیشنهاد داری و ایده داری و دوست داری اینا رو توی این کانال ببینی حتما بنویس، من همشون میبینم و حتما همشون انجام خواهم داد. واقعا میکاپ چرته، میکاپ عوض میکنم. یکی میگه میکاپ نکن، میکاپ نمیکنم. یکی میگه ویدیو درباره نمیدونم عصر یخبندان بساز، میسازم. هرچی که تو بگی من در رو این دوتا تخم چشمه انجام میدم. آره دیگه اینجوریه. و اینکه آره خدا من چه نمیدونم استادم زر بزنم، چه نمیتونم. ممنونم که تا آخر ویدیو تماشا کردی. خیلی خوشحال شدم که روی زیبای جذابت دیدم و خیلی خوشحال میشم که تو ویدیوی بعدی هم تو رو یعنی شما یه گل جذاب کوینیسم رو ببینم. و تا دیداری بعد بدرود. خداحافظ. خودتون باشید.